سلام بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. امروز دوشنبه 22 مارس است. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه روز. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت ختلان به تأخیر افتاد، اما تجلیل جشن نوروز در کشور ادامه دارد. خیلی ببینید مقدم بسیار روزی پرزنی، بسیار روزی خرسندی و همه شما نوروز مبارک باشد. از جزیره های سیشل تا قرقیزستان، روسیه به دانشجویان 25 کشور اجازه ورود داد، اما تاجیکستان در این روی خط نیست. شرکت ها مهاجران را با وعده های بزرگ به روسیه آوردند و بر عوض آنها را قرضدار و سرسان کردند. سفر پرزیدنت امام علی رحمان به شهر باختر به تأخیر افتاده است. رسانه‌های تاجیکستان چند روز پیش خبر داده بودند که روز 22 مارس رئیس جمهور به شهر باختر، مرکزی ولایت ختلان می رود. امروز از مقامات ولایت ختلان تصدیق کردند که سفر پرزیدنت در نظر نیست. به قول منصبداران ختلانی، رمز پخته و خوشه گندم که باید تا آمدن پرزیدنت در شهر باختر ساخته میشد ناتمام است و هنوز بناکاران مشغول کارند. به گفته مقامات قرار است پرزیدنت روز 24 و 25 به ختلان آمده در رسم افتتاح چند کارگاه در این ولایت شرکت ورزد. در همین حال در گوشه های دیگری تاجیکستان تجلیل جشن نوروز با معرکه و چاره‌بینی های گوناگون ادامه دارد. به فرق از دیگر کشورها، در تاجیکستان ساکنان ظاهرا خوف کرونا ویروس را دیگر احساس نمی کنند و بسیاری ها به سیر و گشت نوروزی به خیابان ها برآمدند. در روز تجلیل جشن نوروز خیابان و باغ‌های دوشنبه پر از آدم بود. از جوانان تا کودکان و پیرانسالان به تماشای چاره‌بینی‌های فرهنگی و سیر و گشت عیدانه برآمدند. قبلا هواشناسان در روزهای عید هوای بارانی پیشگویی کرده بودند، اما 2 روز باز در تاجیکستان هوا گرم و آفتابی است. خیلی اومدیم تماشا کنیم شهر کی یک خرسندی شهر تماشا کنیم. گفتم باران با چه لباس چه بارانی پوشیدیم که یک خدا را شکر آفتاب بوده است. کی اومدین شما؟ ما فرزندم خطی اومدم. دو کسم. الینسک رایون. اون که ما تماشا کردیم. کجا میریم بو؟ باغ میریم تماشا می‌کنیم. ما حاضر 10 نفر خریب آمدیم. هوا هم هوای خوبه، بهترینه. خیریت که آفتاب جوش نزدگانه بسوزیم. این خیلی ببینید مقدم بسیار روزی پرزنیک، بسیار روزی خرسندی و همه شما نوروز مبارک باشد. یک ماه پیش ستاد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس به تجلیل نوروز در تاجیکستان اجازه داد، اما تاکید شده بود که مردم باید با نگهداشت چاره‌های احتیاطی نوروز را جشن گیرند. ولی در 2 روز تجلیل نوروز در جایهای سیر آدم رعایت قاعده‌های بهداشتی به نظر نمی رسید. امروز 22 مارس گروهی از ساکنان به میدان نزد تئاتر اپرا و بالت به تماشای برنامه کنسرتی ارکستر دولتی سیمفونی آمدند. همچنین روزهای 20 و 21 مارس در نوروزگاه دوشنبه مسابقه گشتین ملی دایر گردید. در مسابقه ادانه حدود 130 ورزشگر شرکت ورزیده بین خود رقابت کردند. در دیگر گوشه و کنار تاجیکستان تا چند روز دیگر برنامه‌های نوروزی ادامه می‌کند. در تاجیکستان برای تجلیل جشن نوروز رسما از 21 تا 24 مارس استراحت است. از بس که روز اول عید در روز یکشنبه آمده است، تا پنجشنبه 26 مارس کارخانه‌ها تعطیلند. اعلان نام کشورهایی که دانشجویانشان میتوانند برای تحصیل وارد روسیه شوند صدها نفر در تاجیکستان ناامید کرده است. دانشجویان تاجیک که به دانشگاه‌های روسیه داخل شدند میگویند امید داشتند که بعد 1 سال راه آنها نیز برای تحصیل باز می شود، ولی چنین کار صورت نگرفت. تقدیر دانشجویان تاجیک که باید برای تحصیل به روسیه روند همکنون نامعلوم باقی میماند. ادامه موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
تصمیم مقامات روسیه برای راه دادن دانشجویان از 25 کشور در تاجیکستان با واکنش‌های گوناگون روبرو شد. به خصوص دانشجویان درمانده میگویند امیدشان برای تحصیل در سال روان در روسیه خیلی کم مانده است. برخی از دانشجویان گفتند اگر تا آخر ماه راهشان به روسیه گشوده نشود احتمال یک سال عمرشان بیهوده می رود. از حسابی که ما با درس ها اشتراک نمیکنیم، دانشگاه ما از 31 مارت با ما رخصت پیشنهاد اکادمیات را دارند. برای آن پیشنهاد دارند که دانشگاه از 1 اپریل سال جاری با زبان روسی بگیم پرکتیک ما سر می شود. از همین حساب حالا در وطن خود یعنی تاجیکستان قرار داریم، اما ما نمیخواهیم که یک سال بیهوده صرف شود. دانشجویان درمانده تاجیک میگویند برای حل مشکلشان تا امروز به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه مراجعت کردند، اما تا حال کسی به مشکلشان رسیدگی نکرده است. با گفته دانشجویان سرعت پست اینترنت در تاجیکستان امکان تحصیل فاصله‌ای را خیلی مشکل کرده است. از سوی دیگر دانشجویان به خصوص آنهایی که در رشته طب تحصیل میکنند میگویند آنها باید در دانشگاه باشند. در نیم سالی اول کم و بیش هم باشد ما امکان داشتیم دیستانسیون را تحصیل کنیم و در نیم سالی دوم البته که نه، زیرا که ما اریناتر هستیم به کلینیک‌ها تقسیم میکند که کلا امکانی دیستانسیونی خواندن را از بین میبرد و ما بسیار میخواستیم که مقامات دخلدار به رفتن ما مساعدت کنند. البته ولی تنها دانشجویان نیستند که از باز نشدن راهشان بر روسیه نگرانند. خبرگزاری رسمی خاور هم در گزارش از تصمیم مقامات روسیه برای نگشودن راه دانشجویان تاجیک انتقاد کرد. خاور نوشته است کمیته آمار اتحاد دولت‌های مستقل از نگاه سالمی وضع بهداشتی تاجیکستان را در جای اول گذاشته است، ولی روسیه راه دانشجویان تاجیک را باز نکرد. در همین حال برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند راه نیافتن شهروندان تاجیکستان به روسیه از جمله دانشجویان احتمال به خاطر آن است که دوشنبه تا به حال عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا را قبول نکرده است. کاربران برای اثبات نظر خود این دلیل را پیش می‌آورند که روسیه راه دانشجویان از قزاقستان و قرقیزستان را باز کرد، چون این دو کشور عضو سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا یا به اصطلاح تماجن سیوس هستند. اما مقامات تاجیکستان چنین نظرها را رد کرده گفتند برقرار شدن پروازها از تاجیکستان به روسیه هیچ ربطی به مسئله عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. طبق اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان سال گذشته 3000 دانشجوی تاجیک به دانشگاه‌های خارجی داخل شده، اما با سبب بسته بودن راه‌ها نتوانستند به مکان تحصیل حاضر شوند. بیشتر این دانشجویان باید به روسیه و چین می‌رفتند. در شرایط بسته بودن مرزها، شرکت‌های روسیه مهاجران را انتخاباً با وعده شرایط و معاش خوب به کار جلب کرده ایستادند. اما یک گروه از مهاجران کاری از ازبکستان که با دعوت شرکت روسیه به این کشور رفتند میگویند کاردهنده نه تنها به وعده معاش و شرایط خوبی کاری وفا نکرد، بلکه آنها را از بانک‌ها قرضدار کرد و در شرایط سخت همکنون تنها گذاشت. گزارش تلویزیونی نستعه شوریمی را از سرسانی‌های مهاجران ازبک در روسیه همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم می‌کند. بهادر سریمساقوف سال گذشته توسط یک برنامه وزارت مهنتی ازبکستان برای کار در شرکت پیگ اندوستریا به روسیه آمد. به او از 75 تا 90 هزار روبل معاش وعده کردند، ولی بعد شروع کار در ساختمان معلوم شد که معاش بهادر 2 برابر کمتر از مبلغ وعدگی است. بهادر خیلی میخواست از کار دست کشیده به وطن برگردد، اما نمیتوانست، زیرا برابر وارد شدن به روسیه شرکت کارفرما او و همکاران دیگرش را مجبور کرد که برای آماده کردن پتنت و دیگر سندهای ضروری مهاجرت از بانک قرض بگیرند. به این ترتیب بهادر و همه 200 مهاجر همراهش برابر وارد شدن به روسیه 28,000 روبل قرضدار شدند. پول ما تا 40-45 هزار روبل است، ولی در آنجا به ما از 70 تا 90 هزار روبل وعده داده بودند. پول وعدگی را ندیدیم.
بالای این در آنجا به ما وعده داده بودند که کار از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه دوام میکند، اما ما اینجا در بسته شبانه هم کار میکنیم. این مهاجر میگوید برابر به روسیه رسیدن ناراحتی ها شروع می شود. مهاجران را در خوابگاه کرانتین می کنند که شرایط مساعد برای زندگی ندارد. این نوارها را کارمندان شرکت پیک از خوابگاه به حامیان حقوق فرستادند. کرانتین ما در همین جا میگذرد. ببینید همه جا پر تارتنک است. مگر آدم را در چنین شرایط نگه داشتن ممکن است؟ حالا من به شما دالان را نشان میدهم. بهادر میگوید هنوز از اول این کار شبهناک بود. تنها برای یک بلیط از ازبکستان همه 200 مهاجری که همراه او به روسیه آمدند $450 پرداخت نمودند. اما به آنها رسید داده نشده است. یک منبع به خبرنگاران آزادی از ازبکستان گفت هواپیما را شرکت کارفرما پیشکی با ارزش $250 برای هر بلیط فرمایش داده بود. مسئولین شرکت پیک از شرح این مسئله خودداری کردند. در این مسئله بسیاری ها به ما مراجعت کردند. ما شرح نمیدهیم. در عریضه‌ای که شرکت پیک به همکارانش در ازبکستان ارسال کرده است و یک نسخه آن به دست خبرنگاران آزادی هم افتید، گفته می شود که مزد میانه Заявка на подбор персонала, наименование вакансии, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, необходимое количество 40 человек, уровень заработной платы от 70 до 100 тысяч рублей, каменщики, уровень заработной платы от 70 до 100 тысяч рублей, электросварщики от 60 до 90 тысяч, слесарь сантехник от 60 до 100 тысяч рублей. چی و سنتکنیک از 60 تا 100 هزار روبل. برای رفتن به کار دیگر و به شرطنامه بهتر مهاجران می ترسند. کارفرما با آنها تهدید اخراج از روسیه و زندان می کند. هرچند به گفته حقوق شناسان کارفرما طبق قانون نمی تواند این کار را کند. البته این امکان هم وجود دارد که شهروندان خارجی را به شعبه پلیس آورده دو قانون شکنی را به گردن اجبار کنند و برای 5 سال او را از حق ورود به روسیه محروم نمایند و به وطنشان خارج کنند. در تجربه چنین حالتها خیلی زیاد بود. ممکن است 100 نفر را به جوابگری کشند و یا اخراج کنند، ولی این کار را با همه کردن نمی توانند. اما آیا مسئولین یا مقاماتی که مهاجران را از داخل کشور برای کار به چنین شرکت جلب کرد چه نقشی دارد و در این مورد چه چاره می اندیشد؟ میدانید ما فقط آزمون تشکیل میکنیم و از آنجا هم خواهشمندان و هم نمایندگان شرکت کارفرما اشتراک میکنند. ما حالا نقشه داریم این مسئله را بررسی کنیم. قرار است یک هیئت ما به آنجا رود. ما روی این مسئله کار خواهیم کرد. حقوق شناس نسیم عبداللهیف بر این باور است که برای حل این مشکل آژانسی مهنت و مهاجرت ازبکستان باید کارفرما را موظف میکرد که حداقل لایحه شرطنامه را امضا کند که در آن شرکت کار و عهده‌داری‌های جانبها شرح داده شود. دادگاه در شهر دوشنبه بعد دو نهاد امنیتی تاجیکستان امر داد به فرزندان یک جوانی که بعد شکنجه و بدرفتاری کارمندان هر دو نهاد خودکشی کرد جبران بپردازند. بر اساس قرار دادگاه نظامی دوشنبه که روز 16 مارس صادر شده است، وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی باید به فرزندان کمال خواجه نظرов ساکن 31 ساله ناحیه اشت 5000 سامانی جبران پولی بپردازند. بیننده ارجمند، این خبر آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها همراه ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org می توانید بخوانید. گزارش های ویدیویی در صحیفه آزادی ویدیو گذاشته شدند. تا ملاقات در نشر های بعدی، خدا نگهدارتان.